نشه بود فشار توجیکستان رو میشناسن، توجیکستان رو، توریسم توجیکستان رو یعنی همچون یک موقعی خیلی خوسته برای تمام سیاحان ارزیابی میکنن و کوههای فون توجیکستانی در سال 2014 از روی معلومات های بیوسته دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل با منظره جالب‌ترین وارد گردیدند که امروز پیوسته هم در منطقه زرافشان هم در منطقه بدخشان که شماره زیادی سیاحان امروز در کشور محض به همین منطقه رفته استودند، یعنی معرف کننده توریسم توجیکستان می باشد. از روی نقشه چوربینی ها و تحلیل های کارشناسان امروز در توجیکستان سمتوی افضلیت‌ناک رشد این سوها معلوم گردیدند. پیش از همه این توریسم کوهنوردی و کوهی و ورزشی، توریسم اکولوژی، توریسم طبابتی، بیوسته رافتینگ و شکوری می باشند که بیشتر توجه سیاحان رو از همین نمودوی توریسم در توجیکستان به خود جلب کرده استودند و در 6 ماه سال 2014 به کشور 74,000 سیاح وارد گردیده است که از این حساب به اقتصاد ملی کشور 37 میلیون دلار وارد گردید. امسال در نموهای سال جاری علاقه ما یعنی نتیجه گیری کرده استودیم و باوری کامل داریم که این شماره نسبت سال گذشته زیادتر خواهد شد، زیرا امروز چوربینی و سطح بین المللی از اون جمله با مرکز برگزاری چوربینی و سطح بین المللی سیمپوزیوم و از اون جمله خودی برگزاری جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در توجیکستان اومدن زیاده از 600 نفر خبرنگاران سطح بین المللی و برگزاری بیزنس فوروم که در اون ماز در بخش پنجم یعنی رشد توریسم توجیکستان و معرفی اون در دایره دولت‌های سازمان همکاری شانگهای بررسی کرده شد. بار دیگر به ما امکان داد که ما علاقه 3 مسئله رو با رزولوچه خود همین بیزنس فوروم وارد کردیم که این پیش از ما در دایره دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار نمودن یارمارکای توریستی، تأسیس گروهی وکالتداری کاری وابسته به معاین نمودن پرابلم‌ها و من با تهیه نقشه جغرافیایی به خاطر دودو گرفت و آموده نمودن متخصصان سوها که امروز ما برای خود توجیکستان و برای دیگر منطقه این پیش از همه آموده نمودن متخصصان یا خود روبلدویی که تمام نزدیک‌های کشور رو بیوسته باید به توریست معرفی کرده توانند. امروز در بازار توریستی کشور 90 عدد زیاده از 90 عدد شرکت‌های سیاحی فعالیت کرده استودند، همچون سوبیکت خودجگی درستی‌های سیاحی که 50 عددشون به توریسم صادراتی و باقی موندهشون به توریسم وارداتی کار کرده استودند که زیاده از 50 عدد خط‌سرای سیاحی امروز در تمام قسمت‌ها فعالیت کرده استودند که بیوسته به سیاحان خدمت رسانی کرده استودند.